چه یک کودک آشنا با کتاب، چه 100 مرد و زن دور از این آفتاب. این یک کتاب 1 صفحه‌ای است که خیلی خودمونی و برای شما ضبط و پخش میشه، برای فرزندانمون، برای دوستانمون. استراتژی بیبی. از پنجره اتوبوس بیرون رو تماشا می‌کردم. ورود یه ماشین به خط ویژه اتوبوس ترافیک رو مختل کرده بود. صدای داد و بیداد راننده ماشین به گوش می‌رسید، اما راننده اتوبوس آدم صبوری بود و چیزی نمی‌گفت. روی تابلویی با حروف درشت نوشته شده بود: شهروند گرامی، آیا می‌دانید در سال گذشته چند فرهنگسرا ساخته شده است؟ آفتاب روی صورتم می‌تابید. چشمام روی هم گذاشتم. رفتم به عالم خاطرات. کنار دیوار کاهگلی کوچه راه می‌رفتم همراه بیبی جان. من 6 ساله بودم و اون 90 ساله. خیلی آروم به عصاش تکیه میداد و گام بر می‌داشت. هر وقت باهاش بودم برام قصه میگفت. روی زمین تکه نونی افتاده بود. بیبی جون نونو برداشت و بوسید و گذاشتش لای ترک دیوار. چیزی نگفت، اما برای همیشه توی ذهنم جاودانه شد که نون حرمت داره. چند روز بعد دیدم کنار اتاقش نشسته و تکه پارچه ها رو به هم میدوزه. از اون تکه پارچه ها لحاف 40 تکه می ساخت. بازم چیزی نگفت، اما یاد گرفتم که هر چیز که خاراید روزی به کار آید. از پای سفره که بلند می شد به ما چیزی نمی گفت، اما خدا رو شکر می کرد و خورده های نون و برنج رو می ریخت کنار باغچه برای پرنده ها. با خودم گفتم یاد بیبی جون به خیر. اون منو از همه بیشتر دوست داشت. حساب کردم که بیبی جون بیشتر از 100 تا فرزند و نوه و نتیجه داره و همه اونا فکر میکنن برای بیبی از همه عزیزتر بودن. یعنی یه پیرزن قدیمی که خوندن و نوشتنم بلد نبوده تونسته این همه آدمو تربیت کنه. حالا من که ادعای باسوادی دارم نمیتونم همون تأثیر رو روی تنها فرزندم بذارم. انگار دور و زمونه عوض شده. چهره مهربون بیبی رو از ذهن گذروندم. با دیدگاه امروزم اونو بررسی کردم. انگار دور زمونه عوض نشده، بلکه استراتژی ما تغییر کرده. بیبی با کارای خودش و قصه و امثال و حکم ما رو تربیت میکرد و ما اصلاً متوجه نمیشدیم که داره ما رو تربیت میکنه. هنر بیبی این بود که راه درست رو میرفت و ما هم پشت سرش حرکت میکردیم. توی روزگار بیبی جون از تابلوهای تبلیغاتی و فیلم و تیزرهای فرهنگساز خبری نبود. فرهنگسرا هم ساخته نمیشد، اما فرهنگ ساخته میشد. بیبی جون پندا رو از بزرگان فرهنگی آموخته بود و برای ما قصه‌شو میگفت. استراتژی بیبی قصه فرهنگ بود که با آجر و آهن ساخته نمیشد. با استراتژی بیبی جون همه کوچه پس کوچه ها فرهنگ سرا بودن و همه آدم ها فرهنگ ساز. داستانی شنیدید از مجموعه کتاب 1 صفحه‌ای نوشته سید مهدی میرعظیمی با صدای زهره اسعدسامانی. این داستان رو برای فرزندان سرزمینمون ارسال کنید.